رفقای عزیزم سلام. من عرفانم و امروز اومدم سراغ معرفی یکی از عجیبترین، دارکترین و در عین حال میخکوبترین انیمه های چند سال اخیر. انیمه‌ای که از همون قسمت اولش میفهمی با یه چیز معمولی طرف نیستی و این انیمه دارک تاریک اومده که تو رو میخکوب کنه و سرجات بشونتت. بریم سراغ معرفی انیمه کاکوپی. اگه فکر میکنید قراره یه داستان ساده و بامزه با یه اختاپوس بامزه باشه، این انیمه‌ای که داری میبینی نه، کاملا اشتباه میکنه رفیق. این اثر فقط ظاهرش معصومه ولی از درون یه چاه تاریک روانشناختیه. داستان از جایی شروع میشه که یه موجود عجیب و بامزه که انگار از دل دنیای بچه ها اومده وارد زندگی چند تا دانش آموز مدرسه‌ای میشه. شاید اولش بگی خب این که چیز خاصی نیست، اما چیزی که بعدش اتفاق میفته این مهمه و همینه که این انیمه اومده تو رو میخکوبت کنه. این انیمه نمیاد با اکشن، مبارزه یا شوخی های علکی تو رو سرگرمت کنه، نمیاد با صحنه های فانتزی گولت بزنه. این اثر یه آینه است، یه آینه که مستقیم میذاره جلوی صورت تو، ازت میپرسه چقدر از درد آدمو خبر داری، چقدر پشت خنده ها و لبخند ها درد میبینی. موضوعاتی مثل تنهایی، غم، غفلت، فشار روحی و اینجا به شدیدترین شکل ممکن روایت میشه. ولی نکته مهم اینه داستان اصلا دنبال شوک علکی نیست. داستان بالا پایین نمیشه. هر اتفاقی، هر رفتاری، هر دیالوگی و هر کاراکتری دلیلی پشتش و زندگی پشتشه. اما راجب فضای داستان اگه بخوام بگم، یه حال و هوای عجیبی داره، یه ترکیبی از ظاهر کودکانه با محتوای عمیق و تلخ. این تضاد کاری میکنه که توی هر قسمتش تأثیرش تا چند برابر بیشتر توی ذهنت بمونه و مدام راجع به این اثر فکر کنی. از اون مدل داستان هست که وقتی تمومش میکنی تا ساعتها، به نظر من تا مدتها تو ذهنت میمونه و بهش فکر میکنی. اصلا تو رو مجبور میکنه خودت تو جای تک تک کاراکترها بذاری و بگی حق با کدوم بود، بالاخره چی شد، اگه من بودم چی کار میکردم، اصلا میتونستم این کارو کنم، میتونستم بهتر باشم یا میتونستم اشتباههای بدتری کنم. پس اگه دنبال یه اثر متفاوت عمیق و احساسی هستی، اگه از داستانهای خوشت میاد که قرار نیست فقط سرگرمت کنن، از این داستانی الکی و آبکی نیست، برات پیشنهاد میکنم که انیمه تاکوبی رو ببینی و ازش لذت ببری. فقط یه نکته مهم، همونطور که گفتم این انیمه کوتاهه، کلا 6 قسمت هم داره ولی ضربه‌هاش سنگین، قدر واقعی و سنگین که میتونی توی دنیای روزمرت دیگه نسبت به بقیه شخصیتایی که میان میرن بی تفاوت نبود. از اون کاراست که میگی وای چقدر زود تموم شد، اما همین زود تموم شدنش هم باز خودش خیلیه و کافیه. پس اگه آماده ای وارد دنیای عجیب بشی، دنیایی که ظاهرش بامزه است اما زیرش پر از سوال و واقعیت‌های تلخه، کاکوبی رو بهت پیشنهاد میکنم. مرسی که تا اینجای کار همراه با من بودین. امیدوارم که از دیدن این انیمه لذت ببرین و با نظراتتون توی کامنت ها میتونید بقیه دوستان رو هم راهنمایی کنید. خیلی مخلصیم، در خدمتتون هستیم. لطفا کانال رو فالو کنید.